салом бинандагони азиз, барномаи Ахбори Озодӣ бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хизмататон. Ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 17 сентябр. чаро Тоҷикистон дирӯз 1 соат интернет надошт? Тахминҳо зиёданд, шарҳи расмӣ то ҳанӯз нест. Рости гап боварӣ надорем ки муроҷиати моро ба ҷиддӣ қабул мекунанд. Барои ҳамин умедам надорем. муҳоҷирбадбини рус бо лақаби Теса ки аз ҷумла бо саҳнасозии куштори тоҷике муҷозот шуда буд, ба қавли идораи маҳбасҳои Русия худкушӣ кардааст. ва садҳо хонавода дар деҳоти Сари Хосор то 1 соли дигар бори аввал бо барқи доимӣ таъмин мегарданд. шоми дирӯз дар Тоҷикистон тақрибан 1 соат дастрасӣ ба интернет маҳдуд шуд. бисёре аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтанд наметавонистанд вориди тури ҷаҳонӣ шаванд. ҳамин гуна баъзеҳо шикоят намуданд ки барои муддате гуфтугӯ тавассути телефон низ номумкин гардид. ҳеҷ яке аз ширкатҳои провайдерӣ то ҳол ба таври расмӣ вазъияти пешомадаро тавзеҳ надоданд. Муллораҷаб Юсуфӣ ва Амриддин Олимов талош карданд сабаби хомӯш шудани интернетро аз ширкатҳои мобилӣ бифаҳманд, зеро аксарияти муштариён дар Тоҷикистон аз интернети онҳо истифода мебаранд. مسئولان شرکت‌های موبیلی تاجیکستان در شرح قطع شدن دسترسی به اینترنت در شب گذشته گفتند این مشکل به آنها وابسته نبود. حداقل نمایندگان 3 شرکت موبیلی تاجیکستان که ما با آنها تماس گرفتیم در صحبت‌های بدون میکروفون گفتند در حقیقت قطع شدن اینترنت وجود داشت و این با سبب‌های تکنیکی بود که از آنها وابسته نبود. نمایندگان شرکت‌های موبیلی نمی‌خواهند رسما در این باره اظهار نظر کنند چون می‌ترسند که برایشان مشکل ایجاد می‌شود. از 4 شرکت موبیلی تاجیکستان یگان شرکت در سامانه‌های رسمی خود در این باره یگان خبری پخش نکرده است و از استفاده برندگان نیز عذر نپرسیدند. نمایندگان شرکت‌های موبیلی در صحبت با رادیوی آزادی گفتند آنها اینترنت را از شرکت تاجیک تلکام میگیرند و هر مشکلی تکنیکی که وجود دارد باید از شرکت تاجیک تلکام و از خدمات علاقه بپرسیم. در شرکت تاجیک تلکام با رادیوی آزادی گفتند شب گذشته ساعت 19:40 یک مدت دسترسی به اینترنت قطع شد چون کانال اساسی که با واسطه آن اینترنت به تاجیکستان می آمد یک بار قطع شده است. مسئولان شرکت تاجیک تلکام گفتند که آنها دوام نیم ساعت اینترنت را به کانال های علاوه‌ای گذرانند و به این خاطر مشکل پیش آمده است. اما ساکنان میگن این یگانه حالت نیست که اینترنت در تاجیکستان قطع می شود و در کل همصحبتان ما در کوچه‌های دوشنبه گفتند از صفت اینترنت در تاجیکستان راضی نیستند. اساساً خیلی در حالتی که با اینترنت سرکار داشتم خیلی میخواستم که یک صورت با مادرم فرستم چون در وایبر بعد در همین حالت یعنی که سرعت همین اینترنت یا اینکه همین سرعت یعنی که قطع شد. این خیلی حادثه ها هر روز میشوند. علاقه روسی گپ بیزار شدگیم از صفت پست اینترنت در تاجیکستان. اما اینترنت پولکی هم یعنی که وقتی میگابایت میخرید همون وقت هم یک نافهمی های میشود که نه کمپانی جواب میتید نه هیچ که جواب میتید. یک بار مراجعت که میکنه کمپانی ها راستی گپ باوری نداریم که مراجعت ما رو با جدی قبول میکنند. برای همین امیدم نداره. متخصصان ساحه علاقه میگویند که مشکل شب گذشته پیش آمده یکی از نتیجه های کار مرکزی یگانه کموتاسیون می باشد. پیشتر چه خیلی پیشتر همه اپراتورها خودشون کانال میگرفتن. میگافون 3 تا 4 تا کانال داشت. تیسل 3 تا 4 تا کانال خودش داشت. هر یکتاش از همه جا میگرفت. از قزاقستان، از روسیه، از خیتای کوکی جا میگرفتن. و تو اینجا غیر تصور کردن حتی نمیشد که تو اینترنت تاجیکستان نیست میشود. برای که یک کانال که گم شد هر یک اپراتور 3 تا 4 تا کانال داشت، یک کانال دا گم شد تق میگرفتن ترافیک او کانال دا میفرستوندن все пользователь абонент حتی پای نمیبرد که در کدام کانال اینترنت هست در کدامش نیست. در تاجیکستان بعد از سال 2018 تنها شرکت تاجیک تلکام حق آوردن اینترنت را دارد و دیگر شرکت ها از تاجیک تلکام اینترنت را میگیرند و با مشتریان خود تقسیم میکنند. تاجیک تلکام یک شرکت زیرتابع خدمات علاقه می باشد. مولارجب یوسفی، امرالدین آلیموف، آزادی دوشنبه. رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. رسانه‌های روسیه می‌نویسند که مهاجر بدبین روس ماکسیم مارسینکیویچ ملقب به تیساک
خودکشی کرده است. او در حجره یک نفری بازداشتگاه چلیابینسک نگهداری میشد. پیوندانش به خودکشی مارسینکیویچ باوری ندارند، زیرا تا به آزادی برآمدن او 2 ماه دیگر باقی مانده بود. این اسکینهد و یا توسر روس را 8 سال پیش 4 روز در تاجیکستان مهمانداری کرده بودند. اسکندر خوجامیرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. جسد مکسیم مارسینکیویچ معروف با لقب تیسک را از حجره یک نفری بازداشتگاه رقم 3 شهر چلیابینسک صبح 16 سنتبر پیدا کردند. طبق معلومات پیشکی مارسینکیویچ پیش از مرگش نامه نوشته است. وکیل مدافع و پیوندان این ملتگرای روس به خودکشی او شبهه دارند. مارسینکیویچ باید به حیث شاهد در یک محاکمه دادگاهی دیگر در شهر مسکو اشتراک میکرد. در آخر ماه دکبر سال 2018 دادگاه بابوشکینسکی در مسکو مارسینکیویچ را در پرونده حمله به آدمان با بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به 10 سال زندان محکوم کرد. در ماه اکتبر سال 2019 دادگاه شهر سیکتیوکر حکم او را با بیکار کردن اتهام برانگیختن کینه و عداوت سبک نموده 9 سال از حکم او را کم کرد. این قومگرای روس در گذشته برای صحنه‌سازی قتل یک مهاجر تاجیک زندانی شده بود. بعد از آن در سال 2012 یک سازمان با نام مرکز ایمیج سازی برای تاجیکستان او را برای شناسایی با حیات مردم و تاریخ این کشور به تاجیکستان دعوت کرده بود، ولی تیسک پس از بازگشتش به مسکو تأثیرات خود از تاجیکستان را در رادیوی اینترنتیش نقل کرد. او به جای ترغیب مهمان نوازی و مهربانی های تاجیکان برعکس در نوشته ها و گفته هایش آنها را به رشته تمسخر کشیده بود. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه اویدی آن صحبت میکنیم که پیشنهادی با تکرار سازمان جهانی پول درباره برهم دادن 2 بانک مشکل‌زا توجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک چی معنی دارد و گزارش خواهیم داشت از جنوب تاجیکستان که ساکنان دهاتش منتظر تا به آنها رسیدن خط برق هستند. ولی پیش از آن آگاهی درباره راه‌های تماس با رادیو آزادی پیشکشتان می‌گردد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. صندوق بین‌المللی پول باری دیگر به تاجیکستان توصیه داد که 2 بانک عظیم دچار مشکل توجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را برهم بدهد. این سازمان در اظهارات آخری خود از بانک ها نظامساز ولی پرداخت ناپذیر نام برد. همکارم عبدالله شوروف چون و چرای این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه با چند سوال به او مراجعت کردم. عبدالله سلام. در تاجیکستان نفران زیاد هنوز امانت خود را از اگرو اینوست بانک و توجیک صادرات بانک منتظر هستند. توصیه صندوق بین‌المللی پول جهت برهم دادن این بانک ها چی معنی دارد؟ یعنی مگر پسنداز آدمان باید دادن نشود؟ سلام شاءالله. توصیه صندوق بین‌المللی پول به معنای نیست که پسنداز امانتگزاران پرداخت نشود. برعکس، وقتی این سازمان برهم دادن فعالیت این 2 بانک را توصیه می‌دهد، به آن معنی است که هنگام برهمدهی فروش اموال و ترکه دارایی‌ها نخست پسنداز مردم داده شود. این یک تجربه معمول در جهان است که در صورت برهم خوردن بانک‌ها مسئولیت داد و گرفت مشتریان بانک مفلس شده را بانک دیگر می‌خرد و یا از فروش اموال بانک پول پسندازها برگردانیده می شود. البته توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان با نظرداشت این است. اما ببین عبدالله، در تاجیکستان ما شاهد تجربه دیگر هستیم. مثلا تاجپرام بانک و فونون بانک 4 سال قبل مجوز کارشان بازخواند شد و کمیسیای برهمدهی این 2 بانک تشکیل یافت. ولی تا هنوز 10 نفری هستند که از این 2 بانک نتوانستند پولهای خود را بازپس بگیرند. بله شاءالله، واقعا هم درست قید کردی. جریان برهمدهی این 2 بانک خیلی طول میکشد. مشتریان سالها باز پسنداز خود را راننده نمیتوانند. طور رئیس بانک ملی تاجیکستان نور محمدزاده در ماه ایول در یک نشست خبری اظهار داشت مشکل در آن است که اموال و یا بیناهای متعلق به این 2 بانک با نرخ واقعی به فروش نمیروند. یعنی در بازار با آن نرخی که بانک برای اموالش میخواهد کسی آن را نمیخرد. امانتگزاران پول میخواهند نه بینا. خب پس چرا سازمان بین‌المللی پول این نکته را به نظر نمیگیرد؟
کارشناسان و تحلیلگرانی که در این رابطه همراهشان صحبت داشتیم گفتند در شرایط تاجیکستان توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول قابل قبول نیست. در صورت برهم خوردن این بانک‌ها شانس آدمان برای گرفتن پس‌اندازهایشان که سالها زحمت کشیدند ناچیز می‌شود. حالا به هر حال مأموریت این دو بانک یعنی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک هر ماه قسما یک مقدار پول پس‌اندازداران را برمیگردانند. از سوی دیگر حالا اکثریت سهمیه‌های این بانک در دست دولت است. در صورت برهمخوری مسئولیت بازگردانی پس‌اندازها باز هم بر دوش دولت میافتد و در این وضعیت حکومت نمیتواند از بودجه پول علاوه‌ای برای حل مشکل این دو بانک جدا کند. اما صندوق بین‌المللی پول بار دوم است که این توصیه را به تاجیکستان میدهد. حکومت تاجیکستان تلاش دارد از این سازمان تا 500 میلیون دلار قرض امتیازات بگیرد. از این رو کارشناسانی که در این بابت با رادیو آزادی صحبت کردند میگویند تا تاجیکستان این توصیه صندوق بین‌المللی پول را اجرا نکند به گمان است که از این سازمان قرض گرفته تواند. تشکر عبدالله. من یادآور میشوم که تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک از سال 2015 دچار بحران شده در بازگردانیدن پس‌انداز امانتگزارانشان عاجز ماندند. آخر سال 2016 حکومت به این بانک ها زیاده از 3 میلیارد سومانی یاری مالیوی کرد ولی این مقدار مبلغ دو بانک را از وضعیت بحرانی نجات نداد. مشتریان این دو بانک اینک 5 سال باز امانت‌های خود را گرفته نمی‌توانند. برنامه خبری را ادامه می‌دهم. قرار است در 5 سال آینده 135 دهات تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان و ختلان با برق تامین کرده شوند. برای راه اندازی این تشبوس از جانب آژانسی بین‌المللی رشد نزدیک 32 میلیون دلار جدا کرده است. تاکنون در تاجیکستان مردم روستاهای زیاد از بی‌برقی عذاب می‌کشند. ساکنان دهات سرخوسار واقع در جنوب کشور در صحبت با محمود جان رحمتزاده امیدواری کردند که به این زودی ها در خانه هایشان چراغ برقی فروزان می شود. ساکنان در این روستاهای دوردست کوهستان تا حال از چراغ‌ها و برقی‌ها از این تابلوهای آفتابی منزل خود را روشن می کنند. شرکت برق تاجیک تصمیم گرفته است با 14.5 میلیون دلار به جماعت سرخوسار خط برق کشد. شو موضوع دشوارگذار ساختن خط برقی مشکلی خیلی داره رای سیلو در ممکن تو سالهای آینده را همین خط برقی اگر تو ملکانی را خط برقی 10 کیلووات ما بسازیم یک 15-16 دهه اساسا همین دههایی که 10-15 تا 30-40 خوجگی را دارن همش نیروی خوب خط برق دارن خیلی اصلا همین خیلی پرامیو با برق تامین می شوند. سرخوسار در 200 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه در حدود ناحیه بلجوان جایگیر است. زمان شوروی بیشتری ساکنان این دهات را به دیگر ناحیه‌ها مهاجر کرده بودند. با پاشخوری ساخت پیشین دوباره مردم به وطن اجدادی خود رفتند. دولت تاجیکستان به خاطر رشد جهانگردی در چند سال پیش این منطقه کوهستانی را موضع سیاحی اعلام کرده بود. از 29 دهه این جماعت نصفش به خط برق پیوست نیست. ساکنان از حساب خود نیروگاه‌های خرد آبی ساختند ولی میگویند کار آنها موسمی است و تا هنوز از نبود برق تنقیصی میکشند. و حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان امروز با سفر 2 روزه وارد دوشنبه شده است. این مقامدار را رئیسان چند ولایت، نمایندگان پارلمان و مقامات دیگر دولتی افغانستان همراهی میکنند. در رسانه‌های تاجیکستان تا هنوز راجع به سفر آقای اتمر و برنامه و ملاقات‌های او در دوشنبه خبری نشر نشده است. با اطلاع منبع تقویت هرچی بیشتر رابطه‌های دو کشور در بخش‌های امنیتی و مرزی، نقلیات، سرمایه‌گذاری، تجارت، ترانزیت و انرژی از موضوع محوری این گفتگو خواهد بود. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بینندگان عزیز بخوانید. نوارهای روز چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود. فراموش نکنید که فردا همه شما را صبح بر وقت در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.